یک بار هم زنگ Алло, زد. это кто? Это племянница. Больше не звони сюда. У меня проблем достаточно, поняла? Не надо Нет, звонить. Накрой дядя. телефон, мама, дига. Мурдагит я. Надо ехать джанам низ. Ума телефон она зигнаша. Я тебя в гробу видел. چی میگه؟ Я тебе выграбу видела, что да? Ama Niye ya- kardam şuma ba? İltimos. مایلش شد همه التماس کردم من نمیدونم انا اکنون خالی انمی حمیده تازه همین گمرک با چندین دفعه من یاردم کرد که هوای به تلفن کو پول دارش هوای اولادی تو با بعد سونشته خوراک میخوریم زنگ یا Adam da şurada mor. Hali- Yatta hemin bari bana çişme dedeki mi ha? Ne şahs tazor fahmedi mi? Yagon mesele bana şu eto hal kare gişni. Koş hamdaşa vince badiga. Peder rahat bana anlattı ya. خالی حمیده کبوتر بودم و پرواز کردم شوهر خودم انتخاب کردم وای الله ای نازنین اهلی دردم سرم را گر برن از تو نگردم وای رئیسی خودم از کار دیر کردن می وای هم تو از کار بیاین عجایب نوری خانه میدارن وای داده جانکش بیاید داده جانش وای نوری خاندانم قلفی دارم رئیسی خودم نقص از کار آمدید می موندنش دیدید داده جانکش هیچ خیلی همه کار میبینم همین خیلی اومدم داده جانش از در آمده بیایید خانه ما روشن می شود نه من اونجا چراغ درگیرنده آمدم گذارید داده جانکش گذارید برابر حاضر ما شما بیاکت استول می بیارم داده جانکش حاضر کمتر همی روی حالی بدم گیریم بعد خانه با خوری میداریم همین زنی من علامات همون روزی که گرفتیم فقط پرابلم های اولادای این حل کرده میبینم ما همین که نشد اما اکی آرتیخ گوست طولشون اتیا انا بیا این خانی ما با همین ستولو هم میشه گیر بیا انا این عربچه با سوار شم میبیاره بیا زنک خانه ها تینجی خانه ها همه جا تینج داده جانکش خانه ها تینج خب اومده شما انتظار بودم خواهرم نزاکت جان زنگ زد شما پرسید من پرسید بچه های پرسید همه پرسید خواهرت نزاکت زنگ زد بله من پرسید نزاکت ها همین قدر از شما میندار وای خورسند بیچاره نزاکت آخر 48 بدرام داشته بود خواهرکم شوهر نبود شما شوهر یافته وای توی کرده دادید همین قدر وای از شما خورسند من نزاکت جان آیله دار شد صاحب یک فرزند شد چه خیلی نقد جانکش بچه باخچه کودکان بردیان باخچه بچگانو برنگر درب جانی دانه ویج گفته درب قبول کردیان همین قدر خورسند وای شما الهیده پرسیده جانکش پاچه هم بیاین از پی یازنام شوید از پی شوهرتون شوید اپا جانکم گفته همین من نصیحت میکن تو خلاص گوش کن لبایده جانکش وای دفعه من که تو من خیلی کردی اما که در روسیه اومدن تونسته است من چیپتی هواپیما خریدم حاضر همش نغزه حاضر همش نغز وای تو بیهوده به این خیلی چی نمیکنی نه جانکش همش نغز همش خوب فقط که همون وای نزاکت جانه همون کودکشه مدیری باغچه بیگاهی ها با اومده گیری تان گفته است باغچه همین سحری میبری بیگاهی گرفته میبیایی همین خیل ده جانکشو نمیشد میگی یک تا زنگ میزدید همون شبو بیام همون فرزندی نزاکت جانی نگاه میکردن خیلی خودش کارگر آخر کار کتی آواره هیچ ممکن نه تو چی قبضی شدی آزیر جانش کاری نمیشتگی نیست آخر شما خودکتان یک تا جانکش وای دفعه هم برده است همون کودک بیگاهی کدامش کودکی شما گفته است که من به لوبای شدی پگه آورده میتیم چه گپین بیا پرابلم های همون زندگی و های اینجا به نبرو خوش داد هیچی نمیگم فقط که شما یک تا کار کنید نه نگویید التماس داد جانکش همون مدیری باغچه یک تا زنگ تلفن تان کتی نیست میکردید جانکش سیومش نیست کاری سوده ما خیلی داد جانش میکردم شما با التماس مایلش شد همین التماس کردم من نمیدونم من خوراک انداخته دیدم جانکش خوراکم حاضر مایلش من همون کمیسیون میفرستم میگم کمبودیشم میابیم این مدیری باغچه اینشم از جای وای با کی میگذاریم اونجا با کادر چه خیلی کی میگذاریم خواهری من نزاکت جانش شوهرش خالی صالحه خان
همون 76 ساله این داداجان کاش دارم 76 ساله نگویید ها چی شده است 76 به درآمده باشن یک زنی که بتون پای دستشان همش آخر کار میکند همین کوچه هم تو برایان خالی سالیه اپی بچه های همسایه بودیم وای وای بچه کم آب ندارو وای آب ندارو شاخی درخت نبرو بالای بام نبرو از پی بچه های همسایه گویید همین قدر مهربان با بیگهی شود هم میوه دستاش قبیده بعد کتفشان بشیناده در آوره پدر و مادرشون به داده 50 سامان بچه های نگاه کرگیشان به جمع کرده میبرو من چی شده است مدیر شما بسیار نکن رفت یک چای بیار رفت من از من یک خوراک میبینم یک بار شور شده نماند حاضر از همون روزی که من همخانه شدم فقط پرابلم اولادی این تا بگیرم همون چراغک است کو سویتفور است کو همونجا به امک بچهش همونجا گذشته است از بدعه همون شهادتنامه رانندگیش من تلفن کردم گرفته دادم توبه حیران میشم همین یک مسئله های همین خدای چون کاش حاضر خوراک تیار میشد بنا گرم شدگی تانیمی یک تا شما حاضر فصل زمستان حاضر زمستان میبخشید داداش هم تو این یک چی؟ باشده من هم تو وای این چی کاغذ هم تو وای این حجت گمرک کو بله تجان کاش خودتان میفهمید کو چی به این نفهمیدم خالی حمیدم آمده بود شما پرسید سلام رسانید شما به خدا زد خالی حمیدم آخر استا باری خالی حمیدت گمرک با درماندگی من ها صاحب کار از خطای بارا آورده سو آمدم گمرک خودم درمانده است اکنون من باید تلفن کنم ها تجان کاش خیلی گوش کن تا کی من اولاد توی پرابلمش حل میکنم این دادا جان کاش هیچ شده است یگان بیگاهی نیست که من آمده تو خطی هم تو درباره زندگی نه این خیلی شد اینش این خیلی شد اینش این خیلی شد اینش این خیلی شد باباش کسل قند و یک قندش پس کن من چی به اونجا بر تا نمیکنون همه همین خی یک یاردم کردید چی شده است یگانجاتون کم شده است می اکنون آمدم امروز به تا نمیکنید می من برای اولادای تو رئیس شدم می وقت صداش بیاد و هایم یگان خدمت شما میکنه بیاید تجربه میگذاریم چی تجربه تلفن داری تلفن ها برو اینجا انا همون خاله که بسیار خبرکش و جاقوق است کو بسیار گپ میزند کو دندانی پیشش نیست کو دندانی پیش نامش چی بود خالی خلیچه بانو انا همه خلیچه نامرش گیر یک بار خالی حمیدم نامرش گیر یک بار معنیش در جانکاش فیل نکنید حاضر من خلیچه بانو من در جانکاش بیار اینجا الو سلام علیکم الو علیکم سلام شما کی نشناختم من دانا چندانه نه دانا بید شوهری ساجیده من السلام رئیس شما درست نقص باچا رحمت. کارو بارا همه نقص من دست به فور آمدم من به $60,000 در کار بناگه اولاداتون به حسمی همین پول جیمی چی گفتی تازی این تجربه این خبیث چیل تجربه شوخی کردید می راستش کی گفتید داداش آرام شوین شوخی برای اولادای تو از یادم نیست از دهانتان شمال برای داخل $60,000 دیلم بازی کرده داشت دلت بازی نکند انا اکنون گیرو انا همین خالت به باید بردی که زنگ زن من زنگ زنم برای چی خب میفهمیده زنگ زن اوزی شوهری توزی دست به فور آمده تمام نگاه کن اولاداتا ای خدایی مشتری دعوت شونده حضور ندارد خاله خلیچه بانو من جیانتان الو خاله آواز خواهش خود میکنیم با این رقم دیگر زنگ نزنید آواز خودتان دخترکای تیسیل این خیلی آواز ندارد خلیچه خالم چی به آواز خودشان کتی مشتری خواهرت به تلفن کن من همین قدم مهربانی کردم من شوهری افتادم جایی کار افتادم الان خواهرت دیابل تیموس کن نزاکت جان ببین چی آگوسادی شما خواهری من نزاکت باز زنگ زنم $60,000 در کار گویم 80,000 کار آورد دستم من پاچه یک بار بینی من خواهرت شده حاضر من همین چی به من حاضر دیگر زنگ نزن التماس از پشت تو شده خانه من جنجال شد دیگر خواهرت نیست یادم مردگی خواهرت دیگر زنگ نزن او توبه چی شد کی به می آورد 60,000 انا اکنون خالی انمی حمیدت تازه همین گمرک با چندین دفعه من یاردم کرد که هوای به تلفن کو پول دارش هوای اولادی تو بعد سونشته خوراک میخوریم زنگ زن آدم نشده مر یک خالی. تا همین باری من چشم دیدگی می ها نیاز 60,000 فهمیدی یگان مسئله من شوی تو
حمیده وای توبه کردیم چی میگو؟ چی میگو؟ چی چی میگو؟ نی وای گپی نمیگفته که داداش انا چی اکنون بایی من انا همون تقاعد است کو پرم به مغازه دارد تقایی روسی انگیم با حاضر چندین دفعه من فرودگاه چیپته ها گرفته دادم باروشا گذراندم یک بار همون ها یک بار هوای حاضر بر استید اما یک بار ها Алло, это кто? это племянница Больше не звони сюда. У меня проблем достаточно, поняла? Не надо нет звонить. дядя- Накрой телефон, мама, дига. Мурдагит, я. Надо ехать джанам вниз. Ума телефон на зигнаша. Я тебя в гробу видел. چی میگو؟ یا تبی ویگرابو ویدیلاش چی داداش خوشبخت شو گفته ایگا تو نخود فیل کرده خوشبخت شود کو اکو مادرت بیا بر زنگ زن داماد جونه که من بسیار دوست میدارم میگن که همین خیلی وقتا با همین خیلی یاردم در کار دید مادرت مادرم به تلفنش نی همسایه مادرم حاضر استید وای برگی گل بازی زنگ زنم آچم به ضرورت یک بار حاضر آچم به گپ مگویم آچم همش حاضر راست کر میموند حاضر مشتری دعوت شونده پول مول نداره 60,000ش نیست. مشتری دعوت شونده گفتنی است که شوهاتونی اپ کنتم دی. الا این برگی گلم این زنک این گپ کر خبر زنک گوش کن چی گپ شد داداش مردم حاضر همین خیلی شدگی 100 بار 200 بار یاردم میکنی یک بار یاردم نمیتید وای توبه کردیم اوه از طلوع گرفته برده ما همسان جوش نخود یک دهن شوخی کرده 60,000 گفتگی تان به حاله خلیچه بانم همی قدر علکه همه به خبر داد یا توبه بیهوده به عرفیت به نمیگوین آستینم دهن آرینجام کنده گریف گفته وای توبه